سال 1945 است و جنگ جهانی دوم تمام شده. آدولف هیتلر مرده و 2 نفر از نزدیکترین فرماندهانش، هاینریش هیملر و یوزف گوبلز نیز مردند. اما 10 نفر از مقامات بلندپایه نازی هنوز زنده‌اند و در زندان هستند. قدرت‌های متفق با آنها چه می‌کنند؟ آنها را به دادگاه‌هایی در حیات خلوت خود می‌کشانند. دادگاه‌های نورنبرگ مجموعی از پیگردها و محاکمات بین‌المللی بود که سرنوشت جنایتکاران جنگی نازی را تعیین کرد. چرا این دادگاه‌ها در شهری آلمانی یعنی نورنبرگ برگزار شد؟ اول از همه برخلاف بسیاری از شهرهای آلمان، نورنبرگ در جنگ کمتر آسیب دیده بود. همچنین این شهر محل برگزاری چندین گردهمایی بزرگ نازی بود که محاکمه کردن رهبران نازی در همانجا پایانی نمادین برای رایش سوم بود. این محاکمات زیر نظر 4 کشور اصلی متفقین اداره میشد: ایالات متحده، بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه. با این حال هر یک از این کشورها قوانین و نظام حقوقی خودشان را داشتند و مجبور بودند بر سر یک چارچوب مشخص برای رسیدن به عدالت به توافق برسند. آنها نمی‌توانستند هر متهم را به شیوهی متفاوت محاکمه کنند. پس در آگوست 1945 همگی نشستند و منشور دادگاه نظامی لندن را تدوین و نهایی کردند. منشور لندن که طبق آن متفقین توافق کردند متهمان وکیل مدافع خود را داشته باشند و به جای یک قاضی هیئتی قضایی شامل 4 قاضی که هر قاضی از یک کشور متفق در آن حضور دارند. همچنین منشور لندن 3 اتهام اصلی را تعریف می‌کرد که هر جنایتکاری با آن روبرو می‌شد: جنایت علیه صلح مثل برنامه‌ریزی و آغاز کردن جنگ، جنایات جنگی مثل کشتن اسیران جنگی و جنایت علیه بشریت به عبارت دیگر کشتن غیر نظامیان، همانطور که نازی‌ها در جریان هولوکاست همین کار را انجام دادند. دادگاه‌های نورنبرگ از سال 1945 تا 1949 ادامه داشت. اما مهمترین و پرسر و صداترین پرونده‌ها بین سال‌های 1945 تا 1946 به دادگاه آورده شد. این دوره به عنوان محاکمه جنایتکاران اصلی جنگ شناخته می‌شود. در میان 22 رهبر نازی که در نورنبرگ محاکمه شدند، بنیانگذار گشتاپو هرمان گورینگ، معاون هیتلر رودولف هس، وزیر امور خارجه نازی یواخیم فون ریبنتروپ و معمار آلمانی آلبرت اشپیر حضور داشتند. 2 نازی دیگر هم متهم شده بودند، اما یکی از آنها وزیر کار رابرت لی قبل از محاکمه خودکشی کرد. دیگری سازنده تسلیحات نظامی گوستاف کروپ از نظر روانی فاقد صلاحیت برای محاکمه شناخته شد. او دچار زوال عقل شدید شده بود. از نوامبر 1945 هیئت قضایی شهادت‌ها را شنید و مدارک را در 216 جلسه دادگاه بررسی کرد. وحشیگری و جنایات نازی‌ها برای همه جهانیان به نمایش گذاشته شد. در اکتبر 1946 دادگاه احکام خود را صادر کرد: 12 حکم اعدام از جمله برای گورینگ و ریبنتروپ، 3 نفر حبس ابد، 4 نفر به حبس طولانی مدت محکوم شدند و 3 نفر باقی مانده نیز تبرئه شدند. هیچ چیز نمیتوانست ویرانی جنگ را جبران کند. هیچ چیز نمیتوانست میلیون‌ها انسانی که در هولوکاست از دست رفتند و چندین میلیون دیگر که در جنگ‌ها جان باختند را بازگرداند. اما دادگاه‌های نورنبرگ گامی مهم در مسیر بازسازی یک نظام بین‌المللی بر پایه عدالت بود. این دادگاه‌ها رویه‌ها و سوابق حقوقی مهمی بنا گذاشتند که برای محاکمات بین‌المللی آینده از جمله محاکمه جنایتکاران جنگی ژاپنی و همچنین دادگاه‌هایی که دهه‌ها بعد در رواندا و یوگسلاوی سابق برگزار شد استفاده شد. دادگاه‌های نورنبرگ به طور رسمی جنایات رایش سوم را در تاریخ ثبت کردند تا هیچ تردیدی درباره آنچه رژیم جنایتکار نازی انجام داده بود باقی نماند.